تصور کنید توی کوچه های تاریک و سرد تهران قدیم مردی آروم و بی صدایی قدم میزنه، ولی پشت این چهره آروم یه ذهن تاریک و دستهایی آلوده به جنایت پنهان شده. بهش میگن اصغر قاتل، اولین قاتل سریالی ایران. ولی چرا دست به چنین قتل‌های وحشتناکی میزده؟ چه چیزی توی گذشتش بوده که ازش این هیولا رو ساخته؟ در این ویدیو پرده از رازهایی برمیداریم که خواب رو از چشماتون میگیره. سلام، من یکتا هستم. خوش اومدیم به کانال خودتون. با یه داستان جذاب دیگه در خدمتتون هستیم. لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنید و تا آخر ویدیو همراه ما باشید. علی اصغر توی خانواده‌ای به دنیا اومد که پدر و پدر بزرگش هم دزد، راهزن و قاتل بودن. علی اصغر در نوجوانی همراه خانواده‌اش مجبور به مهاجرت به بغداد میشن. گفته میشه که این مهاجرت به خاطر قتل و غارت‌های پدرش بوده. در بغداد برادر علی اصغر یه قهوه خونه برپا میکنه و مشغول به کار میشه. علی اصغر هم پیش برادرش مشغول کار میشه و در همین حین در حالی که هنوز نوجوان و کم سن و سال بوده، خوی بزهکاری و متجاوزانش آشکار میشه. اینطوری که بعد از یه مدت از پیش برادرش میره و مشغول آجیل فروشی میشه که بیشتر مشتریاش کودکان و نوجوانان بودن. اصغر با دادن وعده و آجیل و خوراکی بچه ها رو فریب میده و به جای خلوتی میبره و بهشون تجاوز میکنه. این قضیه ادامه داشت تا چند تا از این بچه ها ازش شکایت میکنن. بعد از این شکایت ها اصغر دستگیر میشه و به 9 سال زندان محکوم میشه. از 18 سالگی تا 27 سالگی رو توی زندان سپری میکنه. به گفته خودش زمانی که از زندان آزاد میشه از برادرش میخواد کمکش کنه ازدواج کنه، اما این اتفاق نمیفته. به عبارت دیگه‌ای گفته میشه مادرش و برادرش سعی میکنن اونو قانع کنن که ازدواج کنه، اما خودش مخالفت میکنه. اینکه کدوم یک صحت داره مشخص نیست. و بعد از اینکه اصغر به یک پسر بچه شاگرد نجاری به نام حسن تجاوز میکنه، مجدداً برای بار دوم و به مدت 2 سال به زندان محکوم میشه. بعد از گذروندن دوران محکومیت و آزادیش به شدت تحت نظارت مأمورین قرار میگیره، جوری که حتی اجازه نداره بیشتر از 1 ساعت از تاریک شدن هوا بیرون بمونه و مدام سربازها جلوی در خونش میان و چک میکردن که ببینن خونه هست یا نه. اصغر بعدها میگه زمانی که دیدم به خاطر این بچه ها این چنین تحت نظارت و حبس قرار گرفتم، بعد از اینکه به پسر بچه ها تجاوز میکردم اونا رو به قتل میرسوندم تا هیچ شاهدی باقی نمونه. جنازه ها رو سر میبریدم و دفن میکردم و بعضی ها رو هم در شط غرق میکردم و هیچ اثری باقی نمیذاشتم. ولی نهایتاً توی یکی از قتلهاش دچار دردسر شد و زمانی که به یک پسر بچه تجاوز میکرد و اونو به قتل میرسون، بچه دیگه‌ای که شاهد این ماجرا بوده به پلیس اطلاع میده. اصغر که میبینه بعد از 2 بار زندانی شدن در عراق دیگه نمیتونه اونجا بمونه، از همونجا پیاده راهی ایران میشه و به گفته خودش 1.5 ماه تو راه بوده تا به بروجرد و به خونه خالش رسیده. چند روزی رو خونه خالش میمونه و گوشواره های خالش رو به سرقت میبره و فرار میکنه که با شکایت خانواده خالش دستگیر میشه و نهایتاً با رضایت پسر خالش آزاد میشه. خانواده خالش براش یه شناسنامه جعلی میگیرن که با اون به قم و بعد هم به تهران میره و سلسله قتل‌هاش رو در تهران ادامه میده. در جنوب تهران به کاروانسرای رضاخان میره و شبها رو اونجا میمونه. نوجوان شهرستانی که برای کار به اونجا می اومدن و به کاروانسرا رفت و آمد داشتن، فریب اصغر قاتل رو میخورن. اصغر اینجا هم فروش بامیه و آجیل رو شروع میکنه و همچنان به دنبال فریب دادن پسر بچه های کم سن و ساله.
در مدت 2.5 ماه که در تهران ساکن میشه 8 کودک و نوجوان رو فریب میده و بعد از تجاوز اونا رو به شکل فجیعی به قتل میرسونه. پیدا شدن این قاتل و روشن شدن ماجرای تمام قتل‌هاش از اونجایی شروع میشه که فردی یه جنازه بدون سر رو در تهران در خیابان شترخان پیدا میکنه و با وحشت به اداره تأمینات گزارش میده. این شروع ماجرای رو شدن دست اولین قاتل سریالی ایران بوده. مأمورا به محل گزارش میرن و جسد بدون سر و عریان رو تو اون منطقه پیدا میکنن و به دنبال سر همون محل رو جستجو میکنن. در حین جستجو در همون حوالی جسد دیگه ای رو که همونطور عریان بوده و سر یک پسر بچه رو پیدا میکنن. مأمورا چند روزی رو در اطراف قنات‌های امین‌آباد به دنبال قاتل سریالی میگردن و از افراد مختلفی بازجویی میکنن، ولی با توجه به اینکه هیچ سرنخی نداشتن پیدا کردن قاتل کار آسونی نبوده. تا اینکه یه روز یکی از مأمورا خیلی اتفاقی با یه مرد بامیه فروش که توی یه دستش یه سینی بامیه و توی یه دست دیگهش یه بشکه بنزین بوده برخورد میکنه و بهش مشکوک میشه و بعد از باز کردن در ظرف بنزین و دیدن لباس و چاقوی خونی به عنوان مظنون اصلی این قتل‌ها دستگیر میشه. اصغر اولش انکار میکنه و چیزی رو گردن نمیگیره، ولی زیاد طول نمیکشه که به تک تک قتل‌هاش همراه با جزئیاتشون اعتراف میکنه. 25 قتل در بغداد و 8 قتل در تهران و اونقدر با خونسردی نحوه قتل رو به زبون میاره که حس تنفر رو در تمام مخاطبانش ایجاد میکنه. چند تا از قتل‌هاش رو از زبان خودش براتون تعریف میکنم. اولین قتلش مربوط به بچه 13 ساله‌ای بوده که اون رو توی مسجد شاه دیده بوده. اینطور بیان میکنه که تقریباً 8 ریال به تدریج از من گرفته بود و وعده میداد تا اینکه یک روزی قبل از ماه رمضان طفل را در مسجد شاه دیدم و اظهار کردم تا کنون مقداری پول از من گرفتی ولی چیزی نفهمیدم، بیا با هم برویم و 4 ریال به تو خواهم داد. طفل راضی شده و همراه من آمد. تا از دروازه ماشین بیرون رفتیم او را به خرابه شترخان بردم. با مشت به پهلوی او زدم و فوراً عمل خود را با او انجام دادم. چون خیال کردم که شاید به حال آمده و از دست من شکایت کند 2 مشت دیگر محکم به شکمش زدم. بیهوش افتاد و با چاقو سرش را بریدم. در این موقع که داشتم سرش را می بریدم به هوش آمد و التماس و گریه می کرد. بعد از اینکه فراغت حاصل نمودم جنازه او را در همان محل با پیراهن سفید و شلوار پاره پاره دفن و از طریق دروازه حضرت عبدالعظیم به شهر بازگشتم. اصغر چنان توی بعضی از قتل‌هاش از رفتارهای غیر انسانی خودش یاد می‌کرد که انگار سر یه حیوانی رو از بدنش جدا کرده. درباره اونچه که بر سر جسد احمد یکی از قربانیانش آورده بود میگفت: موی سر او را گرفته و تا نزدیک گودالی که در اتاق بود کشیدم. گوشش را با دندان گاز گرفتم که خون جاری شد و خون را خوردم. گفتم احمد تو امشب مهمان رحیم هستی. یواش یواش ناله می کرد. چاقو را کشیده سر او را از بدن جدا کردم و چشمهایش را با دست باز کردم و گفتم احمد مرا می شناسی یا نه؟ چقدر مرا اذیت کردی. با چاقو زدم توی چشمش که خون از چشمش جاری شد. بعد دماغش را بریدم و گوشتش آویزان شد. خواستم از گوشتش بخورم. اصغر قاتل در طول 5 ماهی که در زندان موند به همین ترتیب یک به یک و با جزئیات کامل شرح قتل‌هاش رو بازگو می‌کرد. وقتی که نظمیه خبر دستگیری اصغر قاتل رو به رضا شاه میده، رضا شاه دستور میده که بیاریدش اینجا، میخوام ببینمش. در حین این دیدار رضا شاه ازش سوال میکنه چرا این همه قتل رو مرتکب شدی؟ اصغر در جواب میگه اونا فاسد بودن، به خاطر همین کشتمشون. رضا شاه میگه آیا فقط در اینجا و در این مملکت افراد فاسد وجود دارن؟ اصغر میگه من زمانیم که در بغداد بودم فاسدان رو به قتل میرسوندم. تو عراق 25 نفر رو کشتم.
رضا شاه میگه چرا بچه‌های بیگناه رو بعد از اون عمل شنیع به قتل رسوندی؟ اصغر میگه قربان اینها همه لواطکار بودن، به خاطر همین کشتمشون. رضا شاه میگه تو خودت هم لواطکاری، گناهکاری. اصغر میگه من برای اینکه مطمئن بشم اونا لواطکار هستن بهشون تجاوز میکردم که بعد با خیال راحت سرشون رو کف دستشون بذارم، چون نمیخواستم در مملکتی که اعلی حضرت شاهی میکنه یک نفر لواطکار وجود داشته باشه. که اینجا شاه با عصبانیت میگه ببریدش این جانی بلفطره رو. نهایتاً بعد از 3 ماه و 4 روز از بازداشت در 15 خرداد ماه سال 1313 محکوم به اعدام میشه. اصغر قاتل تا روز اعدام همچنان آروم و خونسرد باقی میمونه، ولی روز اعدام به محض دیدن چوبه دار لرزه به اندامش میفته و با صدای بلندی میگه اگه از این مهلکه نجات پیدا کنم 2 گوسفند قربونی میکنم. زمانی که اصغر قاتل میفهمه که قراره به خاطر تجاوز و قتل 33 کودک و نوجوان اعدام بشه، میگه اینا یه عده بی پدر و مادر بودن، یه عده بی سر و پا و خوشگل، اینا دشمن مملکت بودن، به خاطر همین اونا رو کشتم. روز اعدام زمانی که مطمئن میشه قرار حکم اجرا بشه فریاد میزنه من یه عده بی سر و پا رو کشتم، یه عده ولگرد، شما به خاطر اونها میخواید منو اعدام کنید؟ و این جمله تیتر 1 روزنامه‌های اون زمان میشه. اصغر قاتل در روز 31 تیر ماه سال 1313 در میدون سپه به دار آویخته میشه. شایعه دیگه‌ای که در مورد این قاتل وجود داره اینه که زمانی که قاضی حکم اعدامش رو صادر میکنه با بی‌تفاوتی میگه من همیشه آرزوم این بود که خودم رو بر فراز ببینم و دیگران رو زیر پام. حالا که اعدام میشم به آرزو میرسم. برای همینم رئیس زندان دستور میده وارونه اعدامش کنن. سنگ بزرگی رو به گردنش میبندن و اونو از پا آویزون میکنن که به نظر میاد این ماجرا صحت نداره، چون با توجه به عکس‌هایی که از اون زمان وجود داره مشخصه که با روش مرسوم و با طناب به دور گردنش اعدام شده. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه ما بودین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.